کدام از این سرپوش ها تهدید است؟ طول 10 ساله ها در ترکیه این گونه اندیشه می کردند. پوشیدن ستر و حجاب در جایهای جمعیتی منع کرده شده بود. در مکتب ها، در دانشگاه ها. برای چی؟ آیا یک بریده متا خطرناک بود؟ رسما ترکیه دولتی دنیوی است. با تشبس مصطفی کمال آتاتورک سال 1923 تشکیل شده بود. آتاتورک می‌خواست که دین از کارهای دولتی دور کرده شود. وی لباسهای نمونه غربی را تشویق کرده توجه ظاهر می‌کرد. اما با سببی که 90% ترکیه مسلمانانند، آتاتورک سرپوش ها را منع نمی کرد. اولین منع حجاب در کارخانه های دولتی بعد تحولات نظامی سال 1980 آغاز گردید. منع حجاب سال 1997 تمام دانشگاه های ترکیه را فرا گرفت. حجاب به دولت دنیوی تهدید حسابیده می شد. زنها مجبور بودند ستر خود را از سر کشند اگر خواهند که به مکتب روند یا در ساختارهای دولتی کار کنند یا به کتابخانه روند و برای عکس گرفتن در حجتهای رسمی. 2 می سال 1999 وکیل مردمی مروه کاوکجی از پارلمان به سبب ستر داشتن رانده شد. او را برای سوگند یادکنی راه ندادند. این جای نیست که نمونه کشور باشد. بگذار این زن نمودش را اصلاح نماید. بعضی زنها را برای نافرمانی از کشیدن حجاب یا اینکه تظاهرات بر ضد آن بازداشت و حبس و پیگیری می‌کردند. در تمام کشور گروه‌های مخصوص فهماندهی تشکیل شده بود که دختران را مجبور می‌کردند که حجابشان را کشند. بسیاری ها به خارج هجرت کردند تنها برای ادامه دادن دانشگاه. اما آنهایی که شرایط اقتصادی تنگ داشتند سرپوش یا پریک یعنی موی ساخته به سر می پوشیدند. حزب عادلانه رشد وعده داد که بعد آمدن به سر قدرت منع حجاب را از بین می برد، اما همه وقت به مقاومت روبرو می شد. برای ما هر دو هم زن با حجاب و به حجاب همین گونه آدمانند که حقوقشان یک است. در دوام چند سال منع پوشیدن حجاب سال 2010 از بین برده شد. منع حجاب در کارخانه های دولتی سال 2013 از بین برده شد. منع حجاب در ترکیه دیگر موجود نیست. بعد 16 سال هجرت مروه کاوکجی و خواهرانش با حجابش و با شرف و افتخار سوگند یاد میکنند. اینک کی غالب شد؟